شما رو ببینیم. من امروز تولدم بود. بابام بهم یه هدیه داد، اونم هدیه من شما بودین که تونستم شما رو ببینم. الان اومدم پیش شما، میتونم حالا که به سن نرسیدم به سنم، میشه شما رو یکم بغل کنم؟ بغلم کنی؟ باشو بیا اینجا بغل. خیلی زنده باشی. میشه عکس بابا امضا کنیم؟ بله امضا میکنم، بعد میدم بهتون. کلاس چندی؟ من دوم هستم. درسات خوبه؟ بله خودش. آره؟ بله. هم درس میخونی هم بازی میکنین؟ آره؟ بله. معلمتونم خوبه؟ بله خودش. خیلی خوب. فقط اگر میشه معلم به آقایی که خیلی ما رو برده بودن سفر مشهد گفتن که حتما واسه ما یه 2 تا چپیه بیانی. خب ما خانم معلم هم که خیلی اصرار داشت، ایشون خیلی اصرار داشت. 2 تا چپیه بهتون میدیم، اب نداره. 2 تا چپیه به این حلم خانم بدین، یکی برای معلمش، یکی هم برای اون آقایی که اینا رو برده مشهد.